أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی، اولا سلامی پر از مهر و محبت خود را به یکایک شما رساندنی هستم و ثانیاً از درگاه الهی برای یکایک شما ذهنی قوی و محبت زیاد و برکت در وقت و کارتان طلب دارم که وقت بیابید و این درس های عربی را از خود کنید تا اینکه کلام رب العالمین را بفهمید. و ما و شما از المستوى الاول، یعنی که مستوى یکم دروس لغت العربیه 8 درس گرفتیم و امروز برای شما درس نهم را پیشنهاد کردنی هستیم. درس نهم از اینجا شروع می شود که الدرس التاسع، درس نهم، یعنی که حالا ما و شما از مستوای یکم در درس نهم قرار داریم. چطوره که درس های گذشته هم ما و شما پیش از اونه که درس را بیان بکنیم اولا در کدام موضوع این درس صحبت میکند بیان میکردیم و در این درس هم پیش از اونه که این عباره ها را بخوانیم موضوع درس را بیان میکنیم که این درس درباره چی است، تا اینکه شما متوجه شوید بدونید که درباره چی خوانده ایستادید. و کسانی که جدی میخواهند زبان عربی را یاد بگیرند پس موضوع های درس را در یک جا یادداشت بکنید، بنویسید. هر وقتی که همون موضوع برای شما در کار که شد پس شما میدونید که درس چندم ده هست این موضوعی که برای شما لازم هست. برای همین خاطر موضوع درس رو بیان میکنیم تا اینکه بدونید که درباره چی خوانده ایستادید. ببینید درس نهم اولا درباره النعت و المنعوت صحبت میکند. شاید بعضی هاتون نعت و منعوت یکم بار شنیدید. ما درسای گذشته چند بارها گفتیم این را، اما با دیگر نام گفتیم صفت و موصوف. صفت و موصوف همین کلمه نعت و منعوت است. هر دوش یک معنا دارند، معنای هر دوش یک است. نعت بگیم، صفت بگیم، هر دوش یک چیز است. یا موصوف بگیم یا منعوت بگیم، هر دین یک چیز است. اگر یک از نعت بگه یک از صفت بگه یعنی که هر دوش یک کلمه را گفته ایستادند، یا یک از موصوف بگد یک از دیگر منعوت بگد، اینها هم یک کلمه را گفته ایستادند. معنای گپشون یک است، فقط لفظشون دیگر است، یعنی که حرفا دیگر هست اما معنا یک می باشد. یکم درباره صفت گپ میزند. خوب متوجه باشید، نعت و منعوت یعنی که صفت و موصوف ده گپ میزند. یک موضوع درس. و دویم موضوع درس درباره ما و شما یادتان باشه درس‌های گذشته گفته بودیم که بعض اسم‌های هست که تنوین را قبول نمی کند، آن را غیر منصرف میگویندش. در این درس از همون اسم‌هایی که تنوین قبول نمی کند و کسره را قبول نمی کند دو چیز را در یادتان داشته باشید. غیر منصرف تنوین قبول نمی کند یکم، و دویم کسره را قبول نمی کند، زیر نمیاد، اصلا زیر قبول نمی کند. این را در اینجا بیان میکند با یک کلمه دیگر به نام صفت مشبهه نام دارد. در آخرش الف و نون زائده است. الف و نونی ای اصل کلمه نیست، ای کلمه بیرون هست. این را الف و نون زائده میگویند. دویم درباره این گپ میزند، یعنی چند مثال ها میارد تا اینکه در جای این کلمه را دیدید تنوین نتیید و غلط نکنید در حرکت گذاریتون. دویم موضوع. و سوم موضوع این درس ما و شما درس نهم درباره اسم های موصوله است. اسم های موصوله ما و شما اسم اشاره خواندیم
هذا هذه و تلک و ذالک، گفتیم اینها را اسم های اشاره میگویند که اینها عبارت هستند از هذا هذه، هذانی هاتانی، هؤلائی و تلک و ذالک و ذاک. اینها اسم های اشاره می باشند. کسی که خوب خواهشمند جدی هستن پس اینها را یادداشت کنید، نوشته حفظ کنید. پس این کلمه ها را اسم های اشاره میگویند. با ما و شما اسم های موصوله داریم. اسم های موصوله به مثل الذی، التی، اللذانی، اللتانی، الذین، اللاتی. اینها اسم های موصوله هستند. اینها را همچنین یادداشت بکنید، موضوع درس می باشد. موضوع درس ما و شما سه موضوعش درباره اسم های موصوله است. پس این هست موضوع درس. میگذاریم به درس. انشاءالله این چیزایی که گفتیم حاضر در درس هر یک کدامش که آمد یادداشت میکنیم که این موضوع درس ما هست. ببینید این کلمه آمد به خاطر چی و سببش چی هست. یکم اینجا الف کردگی است، همزه، یعنی که قسم یکم. اینجا درس به دو قسم تقسیم کردگی است، الف و ب. الف یک، ب دو. قسم یکمش ما شما گفتیم که این درس ما شما درباره صفت و موصوف است، یعنی نعت و منعوت است. و نعت و منعوت می شود که معرفه باشند، می شود که نکیره باشند. اینجا الف را کرده است یعنی به خاطر آنه که نعت در اینجا نکیره است. و در قسم دوم انشاءالله بعد که رسیدیم در اونجا در نعت یعنی که صفت معرفه است. فقط همین است، فرقشون همین است. چطوری که ما شما در درس گذشته گفته بودیم که اسمی که الف لام نداشته باشد الف لامش میمونیم به خاطر اینکه معرفه شود. مثلا رجل الف لامش میمونیم میشود الرجل معرفه میشود. این در همین باب صحبت میکند، یعنی که الف یعنی که قسم یکم صفت که نکره است. ببینید در این جوازی که اومد باز بیانش میکنیم. ببینید میگه که من هذا الرجل، من هذا الرجل یعنی کیست این مرد، من کیست، هذا الرجل این مرد. ببینید هذا اسم اشاره است، بعد هذا الرجل الف لام دارد. درس گذشته را به یاد بیارید که ما گفتیم بعد اسم اشاره اگر که اسم بیاید که الف لام داشته باشد اون رو چی میگویند؟ اگر یادتون باشد، اگر جدی درس را تیار کرده باشید پس میدانید. اما این اول درس است، یک بار یادداشتتون میکنم. این را بدل میگویند. من هذا الرجل، کیست این مرد. الرجل در اینجا چی است؟ بدل است. خوب متوجه باشید. هو عباس، میگوید که وی عباس است، یعنی که همین مرد عباس است، نامش عباس. هو مبتدا، عباس خبر. اون میگه عباس است. ببینید در پایانش میگه که عباس تاجرون. عباس میگه بیزنسمن است، سوداگر است. عباسون مبتدا هست، تاجرون خبر هست. حال تا به حال صفت موصوف آمدگی نیست، نعت و منعوت آمدگی نیست. تا جایی که خونده سیم تا اینجا رو حال صفت موصوف نیست. خوب متوجه باشید. عباسون تاجرون یعنی که عباس بیزنسمن است. این مبتدا و خبر شد. عباس مبتدا هست، تاجرون خبر هست. میگذاریم به قسم بعدیش. ببینید اینجا شروع می شود شاهد، موضوع شاهد یا که موضوع درس ما. میگه که عباسون تاجرون غنیون. ببین عباس بیزنسمنی بای است. میگه عباس در اینجا مبتدا است، تاجرون خبر هست. غنیون رو در تحلیل یا که در اعراب چی میگیم؟ موضوع درس ما و شما درباره صفت است. پس غنیون صفت است. صفت چی است؟ صفت تاجرون. ببینید عباسون یعنی که عباس تاجر است. عباسون تاجرون، عباس تاجر است. این مبتدا و خبر شد. غنیون صفت است. صفت برای چی است؟ برای تاجر. خب متوجه باشید. ببینید که تاجرون الف لام ندارد، نکیره است. وقتی الف لام که نداشته باشه دیگه نکیره میگن. نکیره است. حالا ان شاء الله درس آینده درباره معرفه ها هم میخونیم. و اینجا موضوع شاید که تاجرون نکیره است، یعنی که نکیره
ما شما درس گذشته بیان کرده بودیم، نکره که نامعلوم. غنیون این صفتش است، صفت است. ببینید تاجرون الف لام ندارد، موصوف یا منعوت، ایرا منعوت میگن. غنیون صفت است یا نعت است، این هم الف لام ندارد، هرچ الف لام ندارد. چطور ما گفتیم که الف قسم یکمی درس ما و شما صفت و موصوفه که بدون الف لام هستند، یعنی نکره هستند، در این باره صحبت میکند. ببینید عباس تاجر غنیون، یعنی که عباس بیزنسمن بای است، بیزنسمن بای است. عباس مبتدا، تاجرون خبر، تاجرون منعوت، غنیون صفت، یا تاجرون موصوف، غنیون صفت، یا تاجرون منعوت، غنیون نعت. این را در یادتون بگیرید، این نام ها را بگیرید در یادتون، زیرا اینکه در بیان کردن این بسیار فایده اتون میکنه. ببینید عباسون مبتدا هست، حرکت ندارد. ما برای چه عباسون گفتیم؟ به خاطر اینکه ما میدونیم که مبتدا همه وقت مرفوع میباشد آخرش. یک کس بگه برای چه عباسون گفتی اما عباسه نگفتی، عباسی نگفتی؟ میگم به خاطر آنکه عباسون مبتدا هست، مبتدا باید آخرش مرفوع باشد. عباسون مبتدا است، مرفوع است. اگر عباسه گفتی غلط است، عباسی گفتی غلط است، خطا است. تاجرون رو به خاطر چی آخرش ضمه دادی؟ تاجرون گفتی به خاطر اینکه میگم خبر است. خبر هم همچنین آخرش مرفوع می باشد، آخرش مرفوع هست و جایز نیست که تاجری بگیم یا تاجره بگیمش. خوب متوجه باشید. برام خاطر ناترسیده میگوی که عباسون تاجرون غنیون. غنیون در اعراب پیروی میکنه تاجر را. اگر کلمه تاجرون تاجران میشید غنیان میشید، تاجرین میشید غنیین میشید. برام خاطر بسیار متوجه باشید در این باره. و میگذاریم به قسم بعدیش، عباره بعدیش. حامدون مدرسون، میگه که حامد مدرس است، حامد مدرس است، یعنی که حامد استاد است، درس میگوید. در پایین میگه که حامدون مدرسون جدیدون، یعنی که حامد استاد نو است. ببینید حامدون مبتدا، مدرسون خبر است. حامدون مبتدا هست، مدرسون خبر است. جدیدون صفت است برای مدرس، صفت مدرس، یعنی که حامد مبتدا هست، مدرس خبر هست. با جدیدون صفت مدرس هست. مدرس که الف لام ندارد، جدیدون هم الف لام ندارد. اگر المدرس میشد، جدیدون همچنین الجدید میشد. لیکن این مدرس که ندارد الف لام، برای مخاطر جدیدم الف لام ندارد. خوب این را متوجه باشید. حامدون مدرسون جدیدون، حامد مدرسی نو هست، استاذ نو است. در دوامش میگه که ما هذا، این چیست؟ ما هذا، این چیست؟ میگه که هذا تفاح، هذا تفاح، یعنی که این سیب است. تفاح سیب رو میگوین، این سیب است. میگه که التفاح، التفاح تنوین نمیتیم برای الف لام دارد. التفاح فاکهتون، الف لام ندارد برای خود تنوینش میتیم. فاکهتون لذیذتون، التفاح فاکهتون لذیذتون. ببین میگه که سیب میوه‌ای شیرین است، با لذت است. فاکهه گفتم میوه را میگوین، میوه‌ای لذیذتون یعنی که با لذت است. ببینید در اینجا التفاح مبتدا است، برای خاطر التفاح میگوییم. التفاح یا تفاحی غلط و خطا است. التفاح فاکهتون خبر هست، برای خاطر فاکهتون میگوییم. اما فاکهته بگوییم یا فاکهتی بگوییم غلط است، خطا است. فاکهتون یعنی که سیب میوه‌ای لذیذتون با لذت است. لذیذتون صفت فاکهه است. ببینید فاکهتون الف لام ندارد، لذیذتون همچنین الف لام ندارد. اگر الفاکهتو میشد اللذیذتو میشد. یکم. و دویم ببینید که فاکهتو آخرش ت دارد، لذیذتو هم آخرش ت دارد. فاکهتو آخرش
ت دارد، لذیذتو هم آخرش ت دارد. پس صفت موصوف یا منعوت اگر مؤنث باشد صفت هم مؤنث می شود. فاکهه منعوت است، موصوف است، لذیذتون صفت است، فاکهه مؤنث است، برای خاطر لذیذه هم مؤنث آمد. فهمو؟ فاکهتون آخرش تنوین دارد و پیش دارد، دمه دارد. لذیذتون هم تنوین میگیرد و آخرش پیش میگیرد، برای اینکه پیروی میکند در اعراب همچنین ما قبلشه، یعنی که منعوته فاکهه را پیروی میکند. فاکهتون میوه، یعنی که فاکهه میوه گفتگی است، مفرد است. لذیذتون هم همچنین مفرد میآید. پس اینها را در یادتون بگیرید. 4 چیزا در یادتون بگیرید. یکمش فاکهه مؤنث است، لذیذه هم مؤنث میآید. یک. و دوم فاکهتو پیش دارد، ضمه دارد، لذیذتو هم همچنین پیش میگیرد و ضمه میگیرد. 2. و سوم فاکهتو مفرد است، لذیذتو هم مفرد هست. مفرد هست، برای خاطرش هم مفرد آمدگی هست. و اگر مذکر میشد اینش هم مذکر می آمد. برای خاطر این در یادتون خوب داشته باشید. التفاح فاکهة لذیذة، یعنی که سیب میوه با لذت است، میوه شیرین است. التفاح مبتدا هست، فاکهة خبر هست، لذیذة صفت فاکهه است. ما ذلك آن چیست؟ ما ذلك یعنی که ذلك آن اسم اشاره، در سال گذشته را با یادتون بیارید. اسم اشاره برای قریب، برای بعید، بعیدی که مذکر باشد، مؤنث که باشد تلک میشد، مذکر که است برای خاطر ذالک یعنی که آن. ما ذالک یعنی که آن چیست؟ در جواب میگوید که ذالک عصفور، آن گنجشک است یا پرنده است. عصفور گفته گنجشک را میگویند. آن عصفور هست یعنی که گنجشک است. ببینید ذالک مبتدا هست، عصفورون خبر هست. ذالک عصفورون یعنی که آن گنجشک است. در دوامش میگوید که العصفور طائر صغیر. العصفور یعنی که گنجشک، طائر پرنده است، صغیر خردکک است، میده است. یعنی که گنجشک پرنده میده می باشد. در اینجا ببینید شما العصفور مبتدا است، برای خاطر آخرش را ضمه دادیم، مرفوعش کردیم. العصفور. طائرون، طائرون خبر است. صغیرون صفت می باشد برای طائرون یا نعت می باشد برای طائرون. چی داره گفتیم که صفت و نعت معنای هر دوش یک چیز است. نعت بگیم بدونید که صفت است، صفت بگیم بدونید که نعت است، یعنی که هر دی کلمه با یک معناست. العصفور طائر صغیر، عصفور پرنده زیبا هست، یعنی که گنجشک پرنده زیبا است. ببینید در اینجا طائرون آخرش ت ندارد، صغیرون آخرش ت ندارد. اگر طائرتون میشد صغیرتون میشد. طائرون که هست برای خاطر صغیرون هست، مذکر است، اینش هم مذکر هست. اینا در یادتون خوب داشته باشید. دوامش العربیه لغة سهلة. العربیه یعنی که زبان عربی، لغة سهلة زبانی آسان است. العربیه مبتدا، لغة خبر، سهلة صفت لغت یا نعت لغت. خوب متوجه باشید. العربیه مبتدا، لغة خبر. لغة آخرش ت دارد، برای خاطر سهلتون شد. سهلتون لغتون مؤنث است، سهلتون هم ما مؤنث میکنیم. اگر که منعوت مؤنث باشد نعت را ما مؤنث میکنیم. در یادتون خوب داشته باشید. العربیه لغة سهلة، عربی زبانی آسان است. در دوامش العربیه لغة جمیلة، عربی زبانی زیبا است. جمیلة زیبا است. ببینید لغتو که مؤنث است برای خاطر جمیلتو گفتیم، مؤنثش گفتیم. العربیه یعنی زبان عربی، لغة جمیلة زبان زیبا است. جمیلة صفت لغت است. لغت که مؤنث است برای خاطر جمیلتون را ما مؤنث کردیم. خب دوامش عمار طالب مجتهد و محمود
طالبون کسلانو. کسلانون خطا است. کسلانو تنوین نمیگیرد، تنوین قبول نمیکند. اینا صفت مشبهه میگن، در آخرش الف و نونی زائده دارد. این را حاضر بیان میکنیم انشاءالله. عمارون میگوید که عمار نام یک مرد است. عمار میگوید طالب است، یعنی که استودنت است. عمارون مبتدا، طالبون خبر شد. عمار میگه طالب است. مجتهدون یعنی که کوشش کننده است. مجتهدون کوشش کننده است. پس عمار مبتدا شد، طالبون خبر شد. مجتهدون صفت طالب شد. مجتهدون صفت طالب شد. طالبون که آخرش ته تانیث ندارد، یعنی مؤنث نیست، مجتهدون برای همین مؤنث نیامد. طالبون مذکر است، مجتهدون هم مذکر است. لیکن در همین جای عمار اگر ما فاطمه را بمونیم میشود که فاطمه تو طالبتون مجتهدتون. ببینید، یعنی فاطمه شاگردی کوشش کننده است. فاطمه تو که گفتیم طالبتو میگیم، طالب را مؤنث میکنیم. درس گذشته را با بیارید، مبتدا که مؤنث باشد خبر مؤنث میشود. مجتهدون مجتهدتون میشود، بعد صفتی طالبتون کشید مجتهدتون میشود. اینجا که طالبون هست برای همین خاطر مجتهدون هست، هر دوش مذکر هست. در دوامش میگه که و محمودون، و محمود طالبون کسلانو. محمود میگه طالبی کسلان است، یعنی که تنبل است. محمودون مبتدا هست، طالبون خبر است. کسلانو صفت طالب هست، لیکن تنوین قبول نکرد. طالبون گفتیم، کسلانو. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که این ممنوع من صرف است، یعنی که تنوین قبول نمیکند. هر وقتی گفتیم ممنوع من صرف است، شما در یادتون داشته باشید که تنوین قبول نمیکند یکم، و دویم کسره را قبول نمیکند، زیر را قبول نمیکند. زیر هیچگاه زیر قبول نمیکند. این دو چیز را هرگاه ممنوع من صرف گفتیم این چیز را در یادتون بیارید. و محمودون طالبون کسلانو. محمود طالبی کسلان است. کسلان گفتیم صفت مشبهه است و این تنوین را قبول نمی کند. در آخرش الف و نونی زائده دارد. الف و نونی زائده دارد. یک مثال دیگر در این باره بیارم تا اینکه در یادتون اون خوبتر میماند. مثلا عثمان. عثمان ببینید، عثمان در آخرش الف و نون دارد. این الف و نون زائده است. برای همین خاطر یگان انسان گفتن نمیتواند که عثمانون، عثمانو میگویی، عثمانو. حضرت عثمان رضی الله عنه چهارم خلیفه، سیوم خلیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در یادتون بیارید. نامش که عثمان رضی الله عنه است. عثمان آخرش الف و نون دارد. انمون الف و نون را میگوین الف و نون زائده. الف و نون زائده برام قبول نمیکرد. در اینجا هم کسلان آخرش در الف و نون زائده دارد، زیادی از کلمه هست، برام خاطر اینجا هم قبول نمیکند، تنوین قبول نمیکند. دوامش میگه من انت، تو کی هستی؟ من کی هستی؟ انت تو کی هستی؟ میگه انا طالبون، من شاگرد هستم. من شاگرد هستم. انا مبتدا است، طالبون خبر. ببینید میگه که انت طالبون جدیدون، آیا تو شاگردی نو هستی؟ انت آیا تو، آیا انت تو، انت آیا تو طالبون جدیدون، طالبی نو هستی؟ طالبون خبر هست، انت مبتدا است، طالبون خبر است. جدیدون صفت طالب است، نعت است برای طالب. در یادتون داشته باشید، نعت است. انت طالبون جدیدون، آیا تو شاگردی نو هستی؟ میگه نعم، بله. انا طالبون جدیدون، میگه که بله من شاگردی نو هستم. نعم انا طالبون، بله من طالب هستم. جدیدون نو هستم. ببینید انا مبتدا هست، طالبون خبر هست. جدیدون صفتی طالب می باشد. صفت موصوف شه پیروی میکند در اعراب طالبون هست، برای خاطر جدیدون میگوییم. و پیروی میکند در مذکر مؤنث بودن، طالبون مذکر است، جدیدون هم همچنین مذکر هست. پیروی میکند در
مفرد بودن، طالبون مفرد است، جدیدون هم همچنین مفرد می باشد. در یادتون این چیزها را بگیرید زیرا اینکه بسیار مهم می باشد. و میگذاریم به تمرین ها. تمرین ها. اینجا یک سوال در سال گذشته هم گفته بودیم، با سوال آیا جایز است من بگویم که تمارینون؟ آیا جایز است؟ در سال گذشته در یادتون باشد، البته را میدونید تمارینون گفتن جایز نمی باشد. برای چی؟ برای چی جایز نیست؟ به خاطر آنه که این را صیغه منتهی الجموع میگن. صیغه منتهی الجموع همچنین از غیر منصرف است. چطور کسلان در بالا گفتیم که تنوین قبول نمی کند به خاطر آنه که در آخرش الف و نون زائده دارد. چطور که عثمان را مثال آوردیم، همچنین عثمان آخرش تنوین قبول نمی کند. پس تمرین هم آخرش تنوین قبول نمی کند. برای چی؟ به خاطر آنه که صیغه منتهی الجموع می باشد. در یادتون این را داشته باشید. برای خاطر میگیم تمارینون کسی بگه غلط میکند، خطا میکند. تمارینو یعنی که سببش همچنین بیان بکنید، خودتون به خودتون یا از کسی دیگر با کسی دیگر صحبت کنید در این باره، یعنی کسی دیگر رو بفهمونید تا اینکه در ذهنتون بماند. رقم 1 اقرأ و اکتب، بخوان و بنویس. اقرأ فعل امر هست، بخوان فاعلش انت، و اکتب بنویس فاعلش انت، یعنی بخوان تو و بنویس تو. رقم 1 محمد طالب قدیم. در رقم 1 میگوید که محمد شاگرد کهنه است. محمد شاگرد کهنه است. محمد مبتدا است، طالبون خبر است، قدیمون صفتی طالب هست. اهمیت بدید. محمدون مبتدا است، برای خاطر محمدون میگیم. طالبون خبر است، برای خاطر طالبون میگیم. قدیمون صفتی طالب است، برای خاطر قدیمون میگیم. به خاطر اینکه طالبون مرفوع هست تا قدیمون هم مرفوع میباشد. در رقم 2 میگوید که اذالک الرجل مدرس جدید. اذالک الرجل مدرس جدید. آیا آن مرد مدرس جدید یعنی که استاد نو هست. ببینید اذالک آیا آن، استفهام است یعنی که آیا، ذالک اره حرف استفهامش میگن، یعنی که در یادتون داشته باشید حرف استفهام است یعنی که طلب فهمیدن میگه آیا معناش آیا. ذالک آن اسم اشاره است، آن اسم اشاره برای دور هست. آیا آن. الرجل بعد اسم اشاره گفتیم اگر اسم بیاید الف لام داشته باشد اون را چی میگیم؟ بدل. پس این بدل هست. ذالک مبتدا هست، ذالک مبتدا هست، رجل بدل هستی، مدرسون خبر هستی، برای خاطر مدرسون میگوییم. جدیدون صفت مدرس هستی، جدیدون صفت مدرس هستی. در جواب میگه که لا هو طبیب جدیدون، میگه که نه وی طبیبون یعنی که پزشکی نو هست، یعنی که دکتری نو است. هو مبتدا هست، طبیبون خبر است، جدیدون صفت طبیب می باشد. نعت برای طبیب می باشد. این را در یادتون داشته باشید. چطوری که موضوع درس ما شما نعت و منعوت است، یعنی صفت و موصوف است. در رقم 3 میگوید که هذا درس سهل، این درس آسان است. هذا درس سهل، این درس آسان است. هذا مبتدا هست، درسون خبر است. سهلون صفت درس می باشد، صفتی درس است. درسون مذکر است، سهلون برای همین مذکر آمدگی هست. رقم 4 عباس تاجر شهیر. عباس بیزنسمنی مشهور هست. عباس مبتدا هست، تاجرون خبر هستی، شهیرون صفتی تاجر هستی. تاجرون مذکر هستی، برای همین خاطر شهیرون در اینجا مذکر آمدگی هست. تاجرون میگیم و شهیرون. تاجرون را برای اون مرفوع میخونیم که خبر هست، شهیرون را برای اون مرفوع میخونیم که صفتی تاجر میباشد. و در رقم 5 میگوید که بلال مهندس کبیر. بلال میگه انجینری کلان هست. بلال مهندس کبیر یعنی که بلال انجینری کلان هست. بلال مبتدا هست، برای همون مرفوع هست. مهندسون خبر هست، برای همون مرفوع هست. کبیرون صفت مهندس است، برای همین مرفوع هست. یعنی سبب چه بگید که برای چی بلالون گفتید، برای چی مهندسون گفتید، برای چی کبیرون گفتید. این را باید بدونید. حرکت که ندارد
خودتون میمونید و باید بیان کنید برای چی گفته ایستادید. اگر که اینها را که یاد گرفتید که دانستید، بعد دیگر هر کتاب زبان عربی را میگیرید، دیگر احتیاج به زیر زبر ندارید، خودتون میمونید. یا اگر زیر زبرش خطا باشد میگید برادر اینجا خطا کردگی است، این زیر زبر میموندگی آدم. خب رقم 6 الانگلیزیتو اینجا انگلیزیت کردگی غلط است. برای چی غلط است؟ به خاطر اینکه انگلیزیتو مبتدا است، مبتدا باید مرفوع باشد. ببین اینجا دیگه خطاش میقپید، شما خودتون خطا بودنش میفهمید. الانگلیزیتو یعنی که مبتدا، یعنی که زبان انگلیزی، لغتون صعبتون زبان مشکل است، زبان قیند است. ببینید الانگلیزیتو مبتدا مرفوع باید باشد، در اینجا منصوبش کرده، یعنی که فتحش مونده، غلط کرده. الانگلیزیتو مبتدا، لغتون خبر، صعبتون صفت لغت. صعبتون صفت لغت. لغتون آخرش ت دارد، برای هم خاطر صعبتون آخرش ت دارد. رقم 7 انت رجل غنی، آیا تو مرد بای هستی؟ انت رجل غنی، آیا تو مرد بای هستی؟ انت مبتدا، رجل خبر، غنی صفت رجل. لا انا رجل فقیر، میگوید که نه من مردی کم بغل هستم. انا مبتدا هست، رجل خبر هستی، فقیرون صفتی رجل هستی. میگوید که نه من مردی کم بغل هستم. رقم 8 القاهرة مدینة کبیرة. القاهرة مبتدا، مدینة خبر، کبیرة صفت. یعنی که قاهره شهر قاهره پایتخت مصر هست. قاهره یعنی که پایتخت مصر، مدینة کبیرة شهری کلان هست، شهری کلان هست. ببینید که مدینه تو آخرش ت دارد، کبیره تو هم همچنین آخرش ت دارد. فهمه؟ به خاطر اینکه صفت مدینه هست. کبیرتون صفت مدینتون هست. القاهره تو را، سوال برای شما، القاهره تو را آیا جایز است من بگویم که القاهرتون؟ آیا جایز است؟ اگر درس‌ها گذشته دیتون باشد حتما میگوید که نه. بگید به خاطر چی جایز نیست؟ پس باید جواب بدید. بگید که القاهرتون الف لام دارد، برای همین خاطر جایز نیست که ما بگیم که القاهرتون، برای که الف لام قطعی تنوین هر جمع نمیشوند. در یک اسم هم الف لام و هم تنوین نمی آید. القاهرتون مؤنث است، مبتدا هست، مؤنث است، برای همین خاطر مدینتون مؤنث شد، کبیرتون و همچنین صفتش است و مؤنث است. رقم 9 انت مدرس قدیم، آیا تو استاد کهنه هستی؟ انت آیا تو مدرس استاد، قدیم کهنه. انت مبتدا هست، مدرسون خبر هست، قدیمون صفت مدرس است. قدیمون صفت مدرس است. مدرس مذکر است، قدیمون مذکر می باشد. میگوید که لا انا مدرس جدیدون، میگوید که نه من استاد نو هستم. میگوید نه من استاد نو هستم. انا مبتدا هست، مدرسون خبر هست، جدیدون صفت مدرس می باشد. رقم 10 احامدون طالب کسلان، آیا حامد شاگردی تنبل است؟ ببینید احامدون آیا، حامدون مبتدا، حامد نام یک مرد، آیا میگه حامد، طالبون خبر، برای هم خودت مرفوعش میخونیم. طالبون، برای چی طالبون گفتیم و طالبون نگفتیم؟ به خاطر اینکه الف لام ندارد. اگر الف لام داشت الطالبو میشید، حتما آخرش رو طالبو میگفتیم، الطالبو میگفتیم. الف لام که ندارد، برای همون طالبون میگوییم. طالبون کسلانو، برای چی کسلانو گفتیم؟ آیا جایز است بگیم که کسلانون؟ درس امروزه ما و شما جایز است بگیم کسلانون؟ حتما نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صفت مشبهه است و این ممنوع من الصرف است، تنوین را قبول نمی کند. چطوری که عثمان تنوین قبول نمی کند. احامد طالب کسلانو، آیا حامد شاگردی تنبل هست؟ در جواب میگوید که لا هو طالب مجتهد، میگوید که نه وی شاگرد کوشش کننده است. وی شاگرد مجتهد است، مجتهد یعنی کوشش کننده، وی شاگرد کوشش کننده است. پس این دو تا آخر شما خودتون اعراب کنید. الحامدو در اعراب چی میشود؟ برای چی الحامدون، برای چی حامدون گفتیم؟ طالبون، برای چی طالبون گفتیم؟ اعرابش چی است؟ کسلانو،
اعرابش چی است بیان بکنید. همچنین بعدینش که لا هو را بیان بکنید. اعراب در چی است؟ طالبون. اعراب در چی است؟ مجتهدون در اعراب چی است بیان بکنید که اعراب کرده میتونید یا نه، یا فهمیدید درس رو یا نه. زیرا که من اینجا بسیارش رو اعراب کردم که تقریبا همش یک چیز است. رقم 2 میگه که ضع فی الفراغ فی الجمل الآتیه نعتا مناسبا. میگه که ضع بگذار، فعل امر هست، بگذار تو فی الفراغ در جایهای خالی، فی الجمل الآتیه در جمله های میامدگی، نعتا مناسبا نعت مناسب رو، یک نعت مناسب رو میگه در جمله های میامدگی بگذار. ببینید ضع فعل امر هستی، فاعلش انت هستی، بگذار تو. فی الفراغی در جمله های در جایهای خالی، فی الفراغی در جایهای خالی. فی الفراغی برای چی فراغی گفتیم؟ به خاطر اینکه فی در اولش در اومده است، فی حرف جار هسته، فراغی برای هم اسم مجرور می شود. فی الجملی برای چی جملی گفتیم؟ به خاطر آنه که فی در اولش در اومده است. الاتیتی برای چی آتیتی گفتیم؟ به خاطر آنه که جمل صفت جمل هسته، نعت برای جمل هسته. خب در اینجا سوال، برای چی جمل آخرش ت ندارد لیکن آتیتی آخرش ت دارد؟ ما حاضر در بالا گفتیم که موصوف اگر ت داشته باشد صفت آخرش ت میمونیم، یعنی مؤنث باشد صفت هم مؤنث میکنیم. لیکن در اینجا جملی در اینجا ت ندارد، موصوف است، آتیتی صفت است، آخرش ت دارد. برای چی؟ جوابش همین است که و این جمع هست، جمع تکثیرش میگویند، جملی جمع تکثیر است. انشاءالله این جمع تکثیر هم در آینده بیان میکنیم، در سوی آینده اگر که صبر کنید و تحمل کنید و کوشش کنید انشاءالله پس میفهمید جمع تکثیر چی است. این جمع تکثیر هست. جمع تکثیر رو اگر ما صفت بکنیم به مؤنث صفتش میکنیم. جملی جمع تکثیر هست، آتیتی صفتش است، مؤنث است. ما گفتیم که جمع تکثیر ما به صفت یعنی که به مؤنث صفتش میکنیم. در یادتون این را بگیرید. بعضی برادران سوال میکنن که بعضی جمله هایی که میگویی که ما نمیفهمیم، مثلا ما جمع تکثیر گفتم و یا که بعضی کلمه هایی که میگم که فهمیده نمیتونه، اینا را شما حالا نامشون در ذهنتون بگیرید، انشالله گراماتیک ده اینها فایده زیاد براتون میرساند. به حد بسیار فایده در گراماتیک خواندن میشود، زیرا که جمع تکثیر شما دیگر میدونید که چی است. پس دیگر در گراماتیک ده دیگر به این نام شما آشنا هستید، یعنی که شناس هستید، این را میشناسید، فایده زیاد میکنید. پس در فی جمل الاتیاتی صفت جمل هست. نعتن در اینجا نعتن ببینید مفعول بهی برای دع می شود، نعتن مفعول بهی برای دع می شود، مناسبا صفت نعت می شود. ببینید نعتن هستی صفتش مناسبا شد. جملی آخرش کسره بود، الاتیاتی آخرش کسره شد، برای صفت جمل بود. نعتن تنوین دارد، مناسبا تنوین میگیرد به خاطر اینکه صفتی نعت است، یعنی که در اعراب در حرکت منعوت را پیروی میکند. در یادتون خوب داشته باشید. پس در اینجا میگه در جایهای خالی جمله های در جمله های میامدگی صفت مناسب رو بگذار. میگه ببینید در اینجا رقم 1 میگه که خدیجتون طالبتون، یعنی که خدیجه شاگردی چی است؟ کوشش کننده است. اگر کوشش کننده که باشد میگوید که مجتهدتون. خدیجتون طالبتون مجتهدتون، یعنی خدیجه تو تنوین قبول نمیکند. خدیجه تو طالبتون مجتهدتون. خدیجه شاگردی کوشش کننده است. خدیجه شاگردی کوشش کننده است. ببینید خدیجه مبتدا است، طالبتون خبر هست، مجتهدتون صفت طالبه هست. پس در اینجا ما اگر بگیم که خدیجه شاگردی تنبل است، درس نمیخواند، میگوییم که خدیجه تو طالبتون کسلانو. یعنی که خدیجه شاگردی تنبل است. کسلان یعنی که تنبل هست. در رقم 2 خالد تاجر
یعنی که خالد بیزنسمن چی است؟ صفت چه باید بیان کنیم؟ صفت میمونیم در اینجا. خالد بیزنسمنی غنیون بای است. بیزنسمن است و بای هست. ببینید خالدون مبتدا است، تاجرون خبر هست. الف لام که ندارد برای مخاطب غنیون رو به الف لام می نویسیم. غنیون یعنی که بای است. رقم 3 العربیه لغتون، یعنی که زبان عربی زبانی چی است؟ اگر زیبا گفتنی باشه میگوی جمیلتون، اگر آسان گفتنی باشه میگوی سهلتون، اگر که قین گفتنی باشه میگوی صعبتون. ببین یعنی که زبان عربی زبانی جمیلتون زیبا هست. العربیه لغتون صعبتون، یعنی که زبان عربی زبان قند است. العربیه لغتون سهلتون، یعنی که عربی زبانی زیبا است، آسان هست. سهلتون یعنی که آسان هست. پس اینها را شما خودتون میمونید یکیش رو، هر کدامش که موندید معنی درست میشود. فقط لغتون که الف لام ندارد هر کلمه را که نویسید سهلتون هم نویسید به الف لام نویسید، آخرش ت میمونید. برای لغتون ت دارد. یا صعبتون نویسید به الف لام نویسید، آخرش ت میمونید. برای لغتون ت دارد. یا سهلتون یا صعبتون یا که جمیلتون نویسید، آخرش ت میمونید. برای که لغتون ت دارد و الف لام نمی نویسید، برای اینکه لغتون الف لام ندارد. رقم 4 العصفور طائرون، یعنی که پرنده، عصفور گندشک، طائرون یعنی که پرنده چی است؟ اگر مایده گفتنی باشه میگوی که صغیرون. طائرون الف لام نداره، صغیرون به الف لام مینویسی. طائرون آخرش ت نداره، صغیرون به ت مینویسی، صغیرون مینویسی، صغیرتون نمینویسی. یا که گفتنی باشه که گندشک پرنده زیبا هست میگوی که العصفور طائرون جمیلون. جمیلون میگوی، جمیلتون نمیگوی. برای طائرون ت ندارد، طائرون الف لام ندارد، برای همون جمیلون میگوی، الجمیلون میگوی، نمی نویسی یعنی. رقم 5 التفاح فاکهتون، یعنی که سیب میوهی چی گفتنی هستی؟ زیبا گفتنی باشی میگوی که جمیلتون، یعنی که سیب میوه زیبا است. لیکن اگر که فاکهت جمیلتون میگوی، برای فاکهتون آخرش ت دارد، جمیلتون. یا اگر التفاح فاکهتون لذیذتون گفتنی که باشی، یعنی شیرین گفتنی که باشی، لذیذتون میگوی، آخرش ت میمونی، به خاطر اینکه صفت فاکهه میشود و فاکهتون ت دارد، اونم ت میمونی. یا که گفتنی باشه که سیب میوه کلان است میگوی که التفاح فاکهتون کبیرتون. خلاصه یک صفت مناسب میمونید که در معنا هم معنی بتید، معناش آشکار شود. در رقم 6 انا مدرسون، من استاد هستم. استادی چی؟ صفت چه بیان میکنی؟ اگر گفتنی باشه که من استاد نو هستم میگوی که انا مدرسون جدیدون، من مدرس نو هستم. اگر گفتنی باشه که من استاد کهنه هستم میگوی که انا مدرسون قدیمون. مدرسون الف لام ندارد، قدیمون رو به الف لام مینویسی. مدرسون ت ندارد، قدیمون رو به ت مینویسی، قدیمتون نمینویسی. این را در یادتون داشته باشید. رقم 7 محمدون طبیبون، محمد طبیب است. طبیب چی؟ اگر که گفتنی باشه که طبیب نو هست میگوی طبیبون جدیدون، محمد طبیب نو هست، جدیدون صفتی طبیب میشود. و اگر که گفتنی باشه که طبیب کهنه است مینویسی که محمدون طبیبون قدیمون، محمد طبیبی کهنه است. اگر گفتنی باشه که محمد طبیبی تنبل است، یعنی که وظیفه‌اش خوب اجرا کردن نمیتواند، میگوی محمدون طبیبون کسلانون، یعنی محمد کسلانو، محمد طبیبی کسلان است، یعنی که تنبل است. محمد پزشکی تنبل است. خلاصه هر چیزی که مینویسی اون صفت میشود. طبیبون چی طوری است او را باید همین طور بنویسی. طبیبون ت ندارد او را به ت مینویسی، مثلا جدیدون. و الف لام ندارد او را به الف لام مینویسی، الجدیدون مینویسی، جدیدون. رقم 8 الانگلیزیه لغتون، یعنی که زبان انگلیسی زبان چی است؟ اگر گفتنی باشه که آسان است میگوی سهلتون، آسان هست. اگر صفتش کردنی باشه که قند است میگوی که صعبتون، انگلیسی زبان قند است.
یا اگر گفتن باشه انگلیسی زبان خوب هست، زیبا هست، میگوی که الانگلیزیه لغتون جمیلتون، یعنی زیبا هست. خلاصه هر چیزی که صفتش کردنی که باشه در جمع نویسی به مثل لغتون می نویسی. الف لام ندارد او را به الف لام می نویسی. موصوف را به مثل صفت را به مثل موصوف می نویسی. رقم 9 انت طالبون، آیا تو شاگرد هستی؟ صفت چه بنویسید؟ صفت چه بنویسید؟ قدیمون یا جدیدون؟ اگر گفتنی باشه که تو طالب نو هستی می نویسی که انت طالبون جدیدون. اگر گفتنی باشه که تو طالب کهنه هستی می نویسی که انت طالبون قدیمون. خلاصه این خطون بنویسید. رقم 10 القاهره مدینتون، یعنی که قاهره شهر قاهره پایتخت مصر، مدینتون شهری است که چی صفتش کردنی باشه که زیبا هست می نویسی که جمیلتون. اگر گفتنی باشه که کلان است می نویسی که کبیرتون، یعنی که قاهره شهر کلان است یا قاهره شهر زیبا است، یا می نویسی که قاهره شهر غژد است، چرکین است، می نویسی که القاهره مدینتون وسختون، یعنی که قاهره شهر چرکین است. یا که گفتنی باشه که قاهره شهر کهنه است، از زمانش هست، می نویسی که القاهره مدینتون قدیمتون، شهری کهنه است، یعنی که از زمانش هست. خلاصه یک چیزی می نویسی که فایده بتید، فایده آور باشد. این بود اینجا در صفت را خطون می نویستید. خود در اینجا میگه رقم 3 میگه ضع فی المکان الخالی فی الجمل الآتیه منعوتا مناسبا، یعنی بگذار در مکانهای خالی در جمله های می آمدگی صفت خاص را، صفت مناسب را. ببینید این را اعراب کردیم، در بالا اعرابش کردیم، این را شما خودتان اعراب کنید. ضع فی المکان الخالی صفت مکان شد. و اگر بگویید که به خاطر چی ما در بالا گفتیم که اگر در آخر مکان را ببینید گفتیم کسلان آخرش الف و نون زایده دارد، کسره را قبول نمی کند، کسلانی نمی شود، کسلان نه یا کسلان نو می شود، تنوین هم قبول نمی کند. اگر یک سوال کنه به خاطر چی فی المکانی آخرش الف و نون دارد لیکن مکانی گفتیم، در جواب میگیم که این الف و نونش الف نون زایده نیست، الف نون زایده نیست، یعنی که نونش نون اصلی است، نونش نون اصلی است، برای همین خاطر مکانی اینجا قبول میکند کسره را. اگر به الف لام باشه تنوین هم قبول میکند. فهمو ایرا دیاتون داشته باشید، یعنی که بسیار با دقت باشید. فی المکان الخالی صفت مکان شد. فی الجمل الآتیه، فی الجمل الآتیه به خاطر چی جمله الف لام ندارد، الآتیه جملی ت تانیث ندارد، الآتیه ت تانیث دارد، در بالا گفتیم، پس او را در یادتون بیارید. منعوتا مفعول به است، مناسبا صفتش است. ایرا در یادتون بیارید و بسیار اینها را اعراب کنید تا اینکه اگر اجازه دیدید که همین حرکتاش نیست خطون میمونید، خطون حرکتاش مونده میتوانید. در رقم 1 میگوید که العربیه در جمع ما را گفت که منعوت مناسب بمونید، منعوت یا منعوت باید مناسب بمونیم. میگیم که العربیه مبتدا هست، اول خبر باید بمونیم، انمو خبر ما با منعوت میشود. مثلا میگیم که العربیه لغتون سهلتون، عربی زبان آسان هست، العربیه لغتون سهلتون، عربی زبان آسان. در این جای نقطه لغت می نویسیم، لغتون. در رقم 2 انا قدیمون، من انا مبتدا است، خبر میمونیم در اینجا یکتا، همون خبر ما منعوت می شود. مثلا میگیم که انا طالبون قدیمون، من شاگردی کهنه هستم. یا می نویسیم که انا مدرسون قدیمون، من استاد کهنه هستم. همین طور می نویسیم. یا که می نویسیم که انا امامون قدیمون، من پیشنمازی کهنه هستم، سالها شد که پیشنمازی میکنم. خلاص هر چیزی که مناسب است می نویسیم شه. پس انا مبتدا می شود، مثلا طالبون که نویسیم خبر می شود، یا هر چیزی که در اینجا نویسیم اون خبر می شود. به الف لام می نویسیم شه، به الف لام. قدیمون خودش نوشتگی است، قدیمون رو حرکتی تنوین میتیم به خاطر اینکه صفت برای طالبون هست، اون چیزی که می نویسیم صفت همون است. و رقم 3 عمار غنیون، یعنی که عمار صفت شمین است که بای هست. عمارون مبتدا هست، خبر در اینجا یافتن در کار است، اون خبر ما گفته منعوت می شود. اون منعوت در اینجا مثلا می نویسیم که عمارون، می شود بگیم که تاجرون غنیون، یعنی که عمار
بیزنسمنی بای هست. یا میتونیم بگیم که عمار مدرس غنیون، عمار استاد بای هست. یا میشه بگیم که عمار رجل غنیون، یعنی که عمار مرد بای هست. همین صورت بگه کدام شکل بنویسیم میشود. در رقم 4 هذا مکسورون، این شکسته شده است، این شکستگی است. یعنی هذا مبتدا است، یک خبر یافتن در کار است، اون خبر ما منعوت می شود، بعد این مکسور صفتش می شود. نه که خبر ما باید مذکر باشد، برای مکسور مذکر هست. مثلا در جمله نویسیم که هذا، میتونیم بگیم که قلمون مکسورون، این قلمی شکسته شده است. یا میتونیم بنویسیم که هذا کرسیون مکسورون، این استال شکسته است، شکسته شده است، شکستگی است. یا میتونیم بنویسیم که هذا مکتب مکسورون، این میزی شکسته شده است، میزی شکستگی است. یعنی هر چیزی که بنویسیم به الف لام مینویسیم و به ت تانیث مینویسیم، ت علامت مؤنث نمیمونه میشه. یا کلمه میمونه که باید علامت تانیث نداشته باشد. در رقم 5 میگوید که فیصلون کسلانو، فیصل میگه فیصل نام آدم است، فیصل میگه کسلان است. پس در اینجا باید ما یک منعوت یا یک خبری موافق بمونیم. فیصل مبتدا است، خبر میمونه. میتونیم بگیم که فیصلون مدرسون کسلانو، یعنی که فیصل استاد تنبل است. یا میتونیم بگیم که فیصلون طالبون کسلانو، یعنی که فیصل شاگردی تنبل هست. یا میتونیم بگیم که فیصلون تاجرون کسلانو، فیصل بیزنسمن است لیکن تنبل هست. همین صورت کدام میشه که بنویسیم میشود، لیکن اون چیزی که می‌نویسیم باید ت تانیث نداشته باشد، علامت تانیث نداشته و الف لام هم نداشته باشد. در رقم 4 میگه اقرا، بخوان. اقرا یعنی که بخوان. کسلانو، ببین تنوین نمیتیم شه، برای در آخرش الف و نون زایده دارد، این الف و نون زایده است. کسلانو و صفت مشبهه میگن این رو. کسلانو، جوعانو، عطشانو، غضبانو، ملآنو، اینها یگان تاش تنوین قبول نمیکند. معنی هاشون کسلانو یعنی که تنبل، جوعانو یعنی که گشنه، جوعان یعنی گشنه، عطشانو، عطشان یعنی که تشنه، آدمی که تشنه آب ننوشیده تشنه موندگی است. غضبانو یعنی که غضبناک، با غضب. ملآنو پر. در اینجا همچنین یک فایده دیگر هم بگیرید که کسلانو یعنی که بسیار بسیار مرده، بسیار تنبل. جوعانو بسیار گشنه، بسیار آدمی که گشنه موندگی است. عطشانو بسیار تشنه. غضبانو بسیار با غضب، تیز غضب میکند و غضبش به حد گنده است. ملآنو یعنی بسیار پر. ملآن گفته پر رو میگن. در درس گذشته ما شما گفتیم که ملا از کلمه ملعه عربی گرفته است، یعنی پر. ملا یعنی پر از علم. ملآنو یعنی که بسیار پر، بسیار پر. در رقم 1 میگه که انا جوعانو، یعنی که من گشنه هستم. انا مبتدا، جوعانو خبر، تنوینش نمیتیم به خاطر اینکه این الف و نون زایده داره، تنوین قبول نمیکند و ممنوع من الصرف است. جوعانو یعنی غیر منصرف است. غیر منصرف ممنوع من الصرف هر یک معنی دارد و سیم اسم هم دارد این، یعنی که سه چیز به یک معنا است. غیر متمکن شه میگوین، غیر متمکن، سه معنا. ببینید جوعان ما میتونیم که بگیم که غیر منصرف است یکم و ممنوع من الصرف است دوم. سه میتونیم بگیم که غیر متمکن هست. هر سهش یک معنی دارد، یک کلمه معنی هر سهش یک چیز می باشد. این را در یادتون بگیرید، اینجا نوشته حفظ کنید. انا جوعانو، من میگوید جوعان هستم، یعنی که گشنه هستم، بسیار گشنه هستم. در رقم 2 میگه انت جوعانو، آیا تو گشنه هستی؟ میگه لا انا عطشانو، من تشنه هستم، بسیار تشنه هستم. انت مبتدا، جوعانو خبر. انا مبتدا، عطشانو خبر، تنوین قبول نمیکند گفتیم. رقم 3 لماذا المدرس غضبان اليوم، میگوید که برای چی استاد
بسیار غضبناک است امروز. لماذا؟ المدرس برای چی میگد؟ استاد غضبان و بسیار با غضب است، بسیار گیزله است. الیوم امروز غضبانو گفتیم تنوین قبول نمیکند، غضبانوش میگیم، تنوین دادن جایز نیست. در رقم 4 میگه الکوب ملآن، یعنی که استکان، کوب گفته استکان رو میگن، استکان میگه یا جام، با فارسی ما شما تاجیکی ما شما جامش میگن. جام میگه ملآن، پر است، بسیار پر است، یعنی که لب بالا بس بگیم پر از چای است یا که پر از آب است یا پر از نوشاکی هست. الکوب ملآن یعنی استکان بسیار پر هست. الکوب مبتدا هست، ملآن خبر هست، تنوین قبول نمیکند به خاطر اینکه در آخرش الف و نون زائده دارد. خب الکلمه الجدیده، کلمه های نو. الکلمه جدیده، الجدیده یعنی کلمه های نو. الکلمات الجدیده یعنی کلمه های نو. در کلمه های نو اللغت، لغت زبان، شهیر بسیار مشهور، المدینه شهر، الطائر پرنده، الیوم امروز، کسلان تنبل بسیار آدم تنبل، جوعان بسیار گشنه، عطشان بسیار تشنه، ملآن بسیار پر، غضبان بسیار با غضب، العصفور گنجشک، الیوم امروز. پس این بود کلمه های نوی نصفی درس ما و شما. میگذاریم در نصف دیومش، حرف با. ببینید در حرف با ما گفتیم که حرف الف یعنی که صفتی که به الف لام هست، الف لام ندارد. چطوری که چند مثال های خوندیم همش صفات های به الف لام بود، نه الف لام نداشتند. هر کدامش ما در بالا ببینیم صفات های به الف لام. مثلا که ببینید انا طالب جدید، طالب الف لام ندارد، جدید الف لام ندارد. یا که مثلا طالب، یا مثال دیگر عمار طالب مجتهد، یا لغت جمیلة، اینا صفت چی هست؟ صفت موصوف هستند یا که نعت و منعوت هستند، الف لام ندارند. اینجا فقط درباره صفت موصوفی که به الف لام بود اونها در صحبت میکرد در قسم یکم. این قسم دوم است، در اینجا صفاتایی را بیان میکند که الف لام دارد، در اون الف لام میباشد. ببینید مثالش ببینید. این المدرس، مدرس در کجا هست؟ اینجا صفت موصوف نیست، مبتدا و خبر هست. المدرس خبر هست، این چی است؟ این مبتدا خبر هست مقدم، المدرس مبتدا مؤخر است. هو فی الفصل میگه که وای در صنف است، هو مبتدا است، فی الفصل جار و مجرور خبر است. پس به اینجا ببینید میگه که و این المدرس الجدید، و در کجاست استاد نو. المدرس الف لام دارد، الجدید صفتش است الف لام دارد. در بالا مدرسو الف لام نداشت، جدیدو هم الف لام نداشت. اینجا در المدرسو الف لام دارد، الجدیدو هم الف لام دارد. این را در یادتون داشته باشید. و این المدرسو و در کجاست استاد الجدیدو، استادی که نو هست. میگه که هو عند المدیری، و یعنی که همون استاد نو در نزد مدیر است، در پیش مدیر هست. هو مبتداست، عند ظرف است، مدیری مضاف الیه هست و ظرف شبه جمله خبری هو است، خبری مبتدا است. و این شبه جمله و جار و مجرور و ظرف و اینها را انشاءالله در یادتون داشته باشید، نام هاشون انشاءالله به تفصیل در گراماتیکا، در صرف و نحو انشاءالله، بالخصوص در نحو در باره صحبت میکنیم انشاءالله. ساق سلامت باشیم، الله نصیب من کند. و بعدینش این الطالب الجدید، کجاست شاگرد نو. ببینید الطالب منعوت است، الف لام دارد، الجدید هم الف لام دارد. الطالب ت ندارد، الجدید ت ندارد. در بالا چند بار تکرار کردیم. الطالب مرفوع است، الجدید هم مرفوع است، یعنی که آخرش پیش دارد به خاطر اینکه صفتش است. بعدینش ذهب الى المکتبه، ذهب فعل ماضی است، یعنی که رفت. وای در زمان گذشته پیش گپ زدن میگه رفت. الى المکتبه به کتابخانه. مکتبه آخرش اگر ت داشته باشد کتابخانه را میگن. مکتب آخرش ت نداشته باشد ایرا میز میگن، میز رو مکتب میگن. اگر ت داشته باشد ایرا کتابخانه را میگن. ذهب الى المکتبه یعنی که کتابخانه رفت. ذهب فعل ماضی است. یادتون داشته باشید که همه وقت فعل باید فاعل داشته باشد.
فاعلش یا ذکر می شود میبینید یا در تحتش ضمیر می باشد نمیبینید و باید بگویید. یعنی که ذهب هو، رفت وی، در تحتش ضمیر است، رفت وی الى المکتبتی، به طرف کتابخانه. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الان من المدرسه، میگوید که کی است، من یعنی که کی است، ذلك الرجل الطويل، آن مردی دراز، الذي خرج الان من المدرسه، همان مردی دراز کی برآمد حالا از مدرسه. ببینید این کلمه را بسیار اهمیت بدید. من کیست؟ ذالک آن. ببینید من کی است؟ مبتدا. ذالک این خبر هست، این خبر هست. ذالک اسم اشاره است، بعدش الرجل الف لام دارد. ما گفتیم که بعد اسم اشاره اگر که اسم بیاید که الف لام داشته باشد اون را بدل میگوییم. پس ذالک خبر هست، الرجل بدل از ذالک است. الطویل صفت رجل هست، الطویل صفت رجل هست. ببینید الرجل الف لام دارد، الطویل همچنین الف لام دارد. الرجل آخرش پیش دارد، الطویل آخرش پیش دارد. الرجل ت ندارد، الطویل همچنین آخرش ت تانیث ندارد. این را اهمیت بدید. الذی، انا ما پیشتر در درس گفتیم که درس ما و شما سه موضوعش موضوع اسمی موصوله است. اسمای موصوله میگن، اسمای موصوله را در بارش صحبت میکنند. انا همین الذی اسمی موصوله است، در یادتون داشته باشید. الذی، اللذانی، اللتی، اللتانی و الذین، اللاتی، اینها اسمهای موصوله هستند. پس اینجا دا ببینید الرجل گفتیم منعوت است، طویل نعت است، یعنی صفت است. این صفت یکمش است. الذی انا همین اسم موصوله صفت دوم شده سه برای رجل، صفت دوم شده سه. فهمو اینجا دا دو صفت بیان کرده سه. یکمش الطویل صفت یکمی مرد، یعنی که مرد دراز است، یکم صفتش. صفت دومش همین است که حاضر برآمد رفت. فهمو الذی صفت دوم است. خرج الان من المدرسه، خرج فعل ماضی است، فاعل دارد، فاعلش هو است در تحتش، یعنی که برآمد. کی برآمد؟ همون الرجل، همون مرد برآمد. الان حاضر، الان معنیش حاضر، من المدرسه از مدرسه، یعنی که برآمد همون مرد حاضر از مدرسه. پس در اعراب میگوییم که الرجل منعوت است یا موصوف است، طویل صفت است، صفت یکم. الذی صفت دوم هست. خرج الان من المدرسه این فعل میگن، فعل قطعی فاعلش صله الذی هست. اینا رو انشاءالله در آینده میخونیم. صله هست لا محل است، خلاص صله است لا محل است. این را در یادتون همین چیزایی که گفتیم بگیرید انشاءالله. بعد اینها را صله چی است، لا محل چی است، اینها را بعد با تفصیل بیانش میکنیم به خواست و یاردمی الله تبارک و تعالی. و میگذاریم به قسم بعدیش، عباره بعدی. هو المدیر الجدید، وی مدیر نو هست. هو مبتدا است، المدیر خبر هست. هو مبتدا است، المدیر خبر است. الجدید صفت مدیر هست. ببینید المدیر الف لام دارد، الجدید صفت هم الف لام دارد. و من الولد الصغیر الذي خرج الان من الفصل. و من و کی هست؟ الولد آن پسری که صغیر است، صفتش صغیر است. ببینید الولد منعوت است، الولد منعوت است و المدیر همچنین منعوت است. هر دوش یک هستند، یعنی که الف لام دارند. الولد الف لام دارد، صغیر همچنین الف لام دارد. الذي خرج الان من الفصل، همانه که برآمد حالا از صنف، همانه که برآمد حالا از صنف. پس معذرت میخوام، تلفن من یک
چیزی پیدا کرد، نمیدونم در شما هم نشان میتید یا اکران شکسته، نمیدونم چیکاری کردیسه. به هر صورت دعا کنید که الله سبحانه و تعالی تلفن قوا بتید که از دست ما نرود. چی علامتی برآمده سه در بالاش کلان شده رفته سه خودش به خودش، اگر شما هم دیدیسته باشید، یعنی که یک رنگ کفیدگی بر این است چیزی هست. الله المستعان، الله کمک کند. و من الولد الصغیر الذي خرج الان من الفصل، میگوید کی هست؟ الولد الصغیر، همان کودکی میده. ببینید صغیر صفت ولد چید، الذی صفت دویومش است، الصغیر صفت یکمش است، الذی صفت دویومش است. خرج الان من الفصل، خرج فعل ماضی است، فاعلش هو است. الان حاضر ظرف است، من الفصل جار و مجرور هست. پس این جمله فعلی میگیم صله الذی است، لا محل است. ببینید در اینجا الولدو صغیر صفت ولد شد، الذی صفت دوم شد، یعنی الصغیر صفت یکمی الولد است، الذی صفت دومی الولد است. این را در ذهنتون داشته باشید. خب الحمدلله تلفنم چی نشده بود است، این رسمی استکان است چیزی است، این بود است. الحمدلله. هو المدیر الجدید، هو المدیر الجدید، یعنی که وی مدیر نو هست. هو معذرت میخوام، هو ابن المدیر الجدید، هو ابن المدیر الجدید. وی میگوید پسر مدیر هست، مدیر که نو هست. ببینید هو مبتدا هست، ابن خبر هست، فهمو ابن خبر هست، ابن مضاف هست، المدیری مضاف الیه هست. ابن مضاف هست، المدیری مضاف الیه هست. الجدیدی صفت مدیر هست، صفت مدیر هست. برام خاطر جدیدی میگیم، جدیدونه. وای پسر مدیر هست. کدام مدیر؟ مدیری که جدید هست، مدیری که نو هست. فهمو؟ هو مبتدا، ابن خبر، ابن مضاف، المدیری مضاف الیه. مدیری منعوت یا موصوف، الجدیدی صفت یا نعت. در یادتون داشته باشید. لمن تلک السیاره الجمیله، از آن کی است آن ماشین نو؟ لمن از آن کی است؟ تلک آن اسم اشاره مؤنث برای بعید، در یادتون داشته باشید. از سیاره تو این چی است؟ بعد اسم اشاره گفتیم اگر الف لام باشد اون چی می شود؟ از سیاره تو الف لام دارد. این چی هست؟ این بدل هست. الجمیله صفت سیاره هست، صفت ماشین است. یعنی که از کی است آن ماشین زیبا؟ سیاره تو که مؤنث است، جمیله تو آخرش را تمونده مؤنثش کردیم. از سیاره تو الف لام دارد، الجمیله تو هم الف لام دارد. میگوید که هی للمدیر الجدید، هی وی یعنی همون ماشین، للمدیر الجدید از مدیر نو هست. ببینید المدیری گفتیم آخرش کسره کی شد. برای چی کسره گفتیم آخرش؟ به خاطر اینکه لام در اولش است، لام حرف جاره است، لی. الجدیدی به خاطر چی آخرش کسره گفتیم؟ کسره موندیم به خاطر آنه که مدیری را آخرش کسره است، جدیدی را آخرش کسره میتیم. چطور که در بالا ما آخری موصوف دمه بود، آخری صفت هم دمه میدادیم. در اینجا آخری موصوف مدیری کسره است، جدیدی را آخرش کسره میتیم. یعنی که موصوف صفت موصوف را در اعراب پیروی میکند. در 4 چیز پیروی میکند. یکمش در یک چیز نوشته بگیرید. یکمش در اعراب، مدیری که شد جدیدی می شود، مدیره که شد جدیده می شود، مدیرو که شد جدیدو می شود. یکم در اعراب، اعراب نمون حرکتی در آخرش میمونیم. دویم در معرفه و نکره بودن، اگر که المدیری باشد الجدیدی می شود، المدیرو باشد الجدیدو می شود. الف لام که داشته باشد الف لام می گیرد. دویم. و سیوم اگر مذکر باشد اینش هم مذکر می شود. مثلا که المدیرو باشد الجدیدو می شود،
المدیرتو باشد الجدیدتو می شود. مؤنث باشد این هم مؤنث می شود. و سیمش اگر و چهارم که پیروی میکند اگر که مفرد باشد مفرد می شود. یعنی که یک تا باشد مدیر یک مدیر میگن، الجدید یک تا جدید میگن. نو ببینید المدیری الجدیدی، ببینید المدیری الجدیدی، مدیر یک تا است جدید یک تا میگیم. لیکن دو تا مدیر باشه چی؟ المدیرانی الجدیدانی میگیم، اینم تصنیه میکنیم. اگر جمع باشد چی؟ المدیرون، یعنی مدیرها، میگیم که المدیرون الجدیدون، یعنی که مدیرهایی که نوست. ببینید اگر یک تا باشد منعوت صفتم یک تا میگیم، مفرد باشد مفردش میگیم. اگر مثنا باشد دو تا باشد صفتم دو تا میگیم. اگر جمع باشد صفتم جمع میگیم. ببینید امی در چهار چیز رو پیروی میکند. یکمش در اعرابش، دوم در مذکر مؤنث بودن، سوم در معرفه و نکره بودن، چهارم در مفرد و مثنا و جمع بودن. این رو در یادتون بگیرید و در هر جایی که دیدید انشاءالله این رو میفهمید. این را صفتی حقیقی میگن. با ما صفت دو نمود داریم، صفت حقیقی میشود، صفت سببی. این چیزایی که حاضر گفته است اینو هم از صفت حقیقی هستند. انشاءالله صفت سببی را اگر آمد بیان میکنیم، نیامد در درس آینده انشاءالله بیانش میکنیم. صفت دو نمود میشود، صفت حقیقی میشود و صفت سببی. حاضر چند قدر صفتای ما گفته استیم همش صفتای حقیقی هستند، صفتای حقیقی. در دوامش میگه لمن هذا الكتاب الكبير، از کی است این کتاب کلان؟ از کی است این کتاب کلان؟ لمن از آن کی است؟ هذا این الکتاب، بعد اسم اشاره الف، اسم بیاد الف لام داشته باشد اعرابش چی میکردیم؟ در سوی گذشته در یادتون باشد باید بدونید. الکبیر صفت کتاب است، برای همین خاطر الف لام در آمد. الکبیر الکتابو بود، برای همین خاطر الکبیر شد. اهو للمدرسی، آیا وی یعنی همون کتاب از مدرس است؟ اهو للمدرسی، برای چه مدرسی گفتیم؟ برای در اولش حرفی لام در آمد، حرفی لام حرفی جاره در آمد. در پایان میگه که لا هو للطالب الجدیدی، لا هو للطالب الجدیدی، میگه که نه وی یعنی همون کتاب از طالبی نو است. لطالبی برای چی طالبی شد؟ برای در اولش حرف لام در آمده. لی لطالبی، الجدیدی برای صفتش است، برای هم خاطر در اعرابم پیرویش کرد. بعدش میگه این الملعقه صغیره، کجاست قاشق میده؟ این خبر مقدم هست، الملعقه مبتدای مؤخر هست. الملعقه منعوت است، الصغیره نعت است، یعنی صفت است. ببینید الملعقه آخرش ت داشت، الصغیره آخرش ت دارد، مؤنث کی بود مؤنث شد. الف لام کی دارد، اینش هم الف لام دارد. فهمو پیش دارد ملعقه هست، برای همین خاطر صغیره شد. اگر دو قاشق باشد الملعقتانی می شود، صغیرتانی می شود. الملاعق باشد اگر یعنی که قاشقا باشد، پس در این صورت جمع تکسیر می شود. جمع تکسیر رو با صیغه مؤنث صفتش میکنیم، از صغیرتو در جایش می ایستد. این را انشاءالله جمع تکسیر و جمع مؤنث سالم و جمع مذکر سالم و این چیزا را که یاد گرفتید، پس اینها را شما خودتون می توانید که از خود بکنید انشاءالله. در دوامش میگه که هی فی الکوبی، وی یعنی که همون قاشق در استکان هست. هی مبتدا است، فی الکوبی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر است. ببینید فی الکوبی میگیم برای چی؟ به خاطر اینکه در اول کوب اسم ده فی در آمدگی است. فی الکوبی اسمی مجرورش میگن. پس در اینجا میگه که این الکرسی المکسور، یعنی که کجاست استلی که شکستگی است. استل شکستگی در کجا است؟ این خبر مقدم هست، الکرسی مبتدای مؤخر هست. الکرسی در اینجا موصوف است، المکسور صفت می باشد. المکسور صفت می باشد. برای همین خاطر الکرسی الف لام دارد، المکسور هم الف لام دارد. الکرسی میگیم، المکسور میگیم، یعنی که همون چهار چیزی که پیروی میکنند همون اهمیت بدید. الکرسی مفرد است، المکسور مفرد است. الکرسی الف لام دارد،
المکسور الف لام دارد. الکرسی پیش دارد آخرش، المکسور آخرش پیش دارد یعنی دمه دارد. الکرسی مفرد است، المکسور مفرد است. خلاصه اینها را به یادتون بیارید. در جواب میگوید که هو هناک یعنی وی آنجاست. هو هناک یعنی که وی آنجاست. هو مبتدا است، هناک ظرف خبر می شود. هناک آنجا. هنا اگر بدون کاف باشد اینجا می شود. هناک که شد آنجا. خب تمرین ها را میارد در اینجا. تمرین جمع تمرین. ببینید تمرین را برای چی تمرینون گفتن جایز نیست؟ البته را جواب بدید برای چی جایز نیست ما تمرینون بگوییم؟ یکی میگه اقرا و اکتب، بخوان و بنویس. اقرا و اکتب یعنی که بخوان و بنویس. بخوان تو و بنویس تو. رقم یک الطبيب الجديد في المستشفى والطبيب القديم في المستوصف. یعنی که الطبيب الجديد یعنی که دکتر نو، الطبيب مبتدا، جدید صفتش. یعنی که الطبيب مبتدا است با منعوت است، الجدید نعت است. فی المستشفى در مستشفى است یعنی که در بیمارخانه است. الطبيب مبتدا، الجدید صفتش می باشد. فی المستشفى این خبرش است. فی المستشفى ببینید در اولش فعل آمده است، حرف جاره فی، حرف جاره. برای چه آخرش کسره نشد؟ درس گذشته را یادتون بیارید. مستشفى آخرش اصلا ما نمیبینیم کسره بدنش رو، لیکن کسره هست، آخرش زیر دارد. این را گفتیم کسره تقدیری میگن، در تقدیرش هست. فاما این را کسره تقدیری میگن. و الطبیب القدیم و دکتر کهنه میگن فی المستوصفی در درمانگاه است. فی المستوصفی در درمانگاه است. مستشفى بلنسه بیمارخانه، مستوصف درمانگاه جای خورده که بگیم میکشوین اون را مستوصفش میگوین، درمانگاه. ببینید و طبیبو مبتدا شد، القدیمو صفت طبیب شد، فی المستوصفی این خبر شد. این خبر شد. مستوصفی آخرش کسره دارد. برای چی؟ به خاطر در اولش فی هست. رقم 2 القلم المکسور علی المکتبی. القلم المکسور علی المکتبی یعنی که قلم شکسته شده، قلم شکستگی بر بالای میز است. قلم شکستگی بر بالای میز است. القلم مبتدا است با موصوف است، المکسور صفتش است. برای خاطر القلم المکسور، القلم میگه برای المکسور میگیم. علی المکتبی این خبر میشود برای القلم. رقم 3 المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. ببینید میگه المروحة، مروحة رو شمالتیک رو میگن. شمالتیک میگه الجديدة نو هست، صفتش هست. یعنی که المروحة الجديدة یعنی شمالتیک نو، شمالتیک نو. المروحة مبتدا با موصوف، الجديدة صفتش. المروحة آخرش ت دارد، الجديدة آخرش ت دارد. چطور که 4 چیز را گفته هم 4 چیز اهمیت بدید در این. فی الغرفتی در خانه است. غرفه اتاق را میگن. در اتاق است، در خانه است. الکبیرتی صفت غرفه است. ببینید فی الغرفتی کی هست؟ برای در اولش فعل را اومده، فی حرف جاره، فی الغرفتی میگه. بعد الکبیرتی میگوییم. الکبیرتی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صفت برای غرفه هست. اگر درس گذشته یادتون باشد ما گفتیم که الکبیرتی را جایز است ما بگیم که الکبیرتو جایز است. این وجه دوم است، لیکن خوبتر است الکبیرتی است. لیکن الکبیرتو هم گفتی خطا نمی شود، یا الکبیرته هم گفتی خطا نمی شود. این وجه ها در زبان عربی هست. این ان شاء الله به تفصیل در گراماتیکا خواهیم خواند با یاردم الله تبارک و تعالی. رقم 4 اللغة العربیة سهلة. اللغة مبتدا، العربیة صفت اللغات. لغت یعنی زبان. کدام زبان؟ چخیلی زبان؟ زبان عربی. سهلتون این خبر شد. اللغت مبتدا هست، العربیه صفت اللغت هست، سهلتون خبر هستی. رقم 5 الولد الطویل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهندی. میگوید که
الولدو یعنی که شاگرد، یا که معذرت میخوام، الولد یعنی پسر، جوان. الولد طویل، صفتش طویل، یعنی که ولد موصوف شد، طویل صفت شد، صفت یکم. الذی صفت دوم شد. خرج من الفصل الان، این فعل شد، فاعلش هو، خرج هو. من الفصل الان جار و مجرور متعلق به خرجه شد. این را ما میگوییم که صله موصوله است. الذی را چطور گفتیم که اسم موصوله است؟ این صله اش است. موصوله به صله نمی شود، باید صله داشته باشد. همین خرج من الفصل الان صله اش است. ببینید الولد مبتدا هست، الطویل صفت یکمش است، الذی صفت دوم هست، خرج من الفصل الان این صله موصوله است، لا محل است. ببینید مبتدا را گفتیم، توضیح را خبر را نگفتیم. خبر کجا شد؟ خبر طالبون من الهندی، همین طالبون خبر است. الولد الطویل یعنی که بچه درازی که حاضر از صنف برآمد شاگرد است از هندوستان. فهمو؟ شاگرد است از هندوستان. شاگرد است، اون همون شاگرد است. و از کجا است؟ از هندوستان می باشد، از هندوستان. من الهندی آخرش کسره میتیم. برای چی؟ به خاطر آنه که من حرفی جاره می باشد. رقمی 6. انا فی المدرسه الثانویه، میگوید که من در مکتب میانه هستم. انا من مبتدا، فی المدرسه جار و مجرور خبر شد، الثانویه صفت مدرسه شد. مدرسه یعنی مکتب، خیلی مکتب، مکتب میانه صفت شد. رقم 7. ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر، یعنی که رفت مرد کمبغل به طرف بوی، به پیش بوی، به پیش وزیر. الذهب، ببینید ذهب فعل ماضی است، الرجل فاعل ذهب است، یعنی رفت. کی رفت؟ رجل رفت، یعنی مرد رفت. الفقیر صفت رجل هست. رجلو کی است؟ برام خاطر فقیرو میگیم، صفتش است. الى الوزیری، الى حرف جار هست، وزیری اسم مجرور است، وزیری. پس می شود که رفت مرد کم بغل به طرفی به پیش بوی، یعنی که مرد کم بغل نزد بوی رفت. ذهب را در آخر ترجمه میکنیم، یعنی که مرد کم بغل پیش وزیر رفت. رقم 8. جلس الطالب الجدید خلف حامدین، یعنی که جلسه فعل ماضی، الطالب فاعل جلسه، یعنی که نشست، جلسه نشست. الطالب شاگردی، الجدید صفت همین طالب، شاگرد صفتش که شاگرد نو هست. خلفه این را ظرفش میگوین، حامدین مضاف الیه هست. با خلفه مضاف است، حامدین مضاف الیه هست. پس می شود که جلس الطالب الجدید خلف حامدین، یعنی که طالب نو، شاگرد نو در پشت حامد نشست. جلسه را در آخر ترجمه میکنیم در تاجیکی، یعنی که طالب نو در پشت حامد نشست. رقم 9. السکین الکبیر حاد جدا، ببینید السکین مبتدا هست، الکبیر صفت سکین است، یعنی که کارچه یا کارد. خیلی کارد، کارد که کلان هست. حاد این خبر شد، السکین مبتدا هست، الکبیر صفت است، حاد خبر. حاد یعنی به حد تیز است، جدا به نهایت، یعنی السکین الکبیر حاد جدا، یعنی کارچه کلان بسیار تیز است. رقم 10. من هذا الولد الصغیر، کیست این پسر میده؟ ببینید من کیست، هذا این. ولدو، ولدو در اینجا بعد هذا اسم اشاره، اسم بیاد الف لام داشته باشد، اون را چی میگیم؟ بدل. پس ولدو بدل هستی. الصغیرو
صفت ولد است. من هذا الرجل من هذا الولد، یعنی کیست این پسری؟ الصغیر مایده، این پسر مایده کی است؟ صغیر صفت ولد است. هو ابن المدرس الجدید، اینجا بالای الف ده مد موندگی است، اون خطا است. به خاطر اینکه این الفی درس گذشته دیگه تون باشد، این را الفی همزه وصلش میگن، در بین کلمه باشه خونده نمیشود. میگیم که هو ابن ابنونه، هو ابن المدرس الجدید، یعنی که وی پسری استازی نو هست. هو مبتدا، ابن خبر، ابن مضاف، المدرسی مضاف الیه، الجدیدی صفت مدرس، صفت مدرس. رقم 2 میگوید که املأ فی الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحلیته بال عند اللزوم. میگوید که املأ یعنی پر بکن، املأ پر بکن. چطور گفتیم که ملا از همین کلمه ملأ یملأ گرفتگی است. ملأ یعنی پر شد، یملأ پر میکند، ملأ پر کرد، یملأ پر میکند. ببینید املأ یعنی پر بکن تو، فعل امر است، فاعلش تو. پر بکن تو فی الفراغی در جایهای خالی، فی ما یلی در آن چیزی که می آید، یعنی که در پایان که کلمه را میارد در هم جای می آمدگی میگه بالنعتی به صفت الذی، صفت نعت است، همان صفتی که اسم موصوله، صفت چه در برای نعت الذی اسم موصوله است، در یادتون داشته باشید. بین قوسینی در بین دو قوس است. ببینید در پایان رقم 1 رو ببینید، در آخر در بین قوس جدید نوشتگی است. انا بین قوسین میگه بعد تحلیته بعل عند اللزوم، بعد از پوشاندنش، تحلیت گفتن پوشاندن یا داخل کردن میگن. تحلیه یعنی که پوشاندن یا داخل کردن. بعد تحلیتی میگیم به خاطر اینکه بعدم مضاف است، تحلیتی مضاف الیه، تحلیتی بال، یعنی که اگر لازم شوه ال بمونش میگه، این در لزومی، در وقت لازم شدن. اگر لازم نشه میگه الش نمون میگه در اولش. ببینید ان شاء الله زیرا میخونید پس میفهمید که این قصدش چی است. ببینید رقم 1 ببینید میگه این المدرسو، در کجاست مدرس؟ مدرس صفت کنید، مدرس نو بگید. چطور نو میگوید؟ اون در روی قوس موندگی است که جدید. مدرس الف لام دارد، پس الجدید رو، جدید رو در برش الف لام میمونیم، در اولش الف لام میمونیم. می‌نویسیم که این المدرس الجدید، برای لازم است باید ال بمونه میشه، برای اینکه مدرس ال دارد، صفتش هم باید ال داشته باشد. رقم 2 التاجر فی السوق. ببینید در اینجا باید کبیر رو بیاریم، در اینجا بنویسیم صفت برای تاجر بکنیم. التاجر مبتدا هست و منعوت هست، الف لام دارد، کبیرو الف لام ندارد، در اینجا میاریم الکبیرو مینویسیم میشه، به خاطر اینکه التاجرو الف لام دارد، الکبیرو الف لامش میمونیم، فی سوقی در سوق است، یعنی بیزنسمن کلان در بازار هست، بیزنسمن کلان در بازار هست. در اینجا میگه که رقم 3 انا طالبون. ببینید من شاگرد هستم. شاگردی چی؟ صفت که خودت را، شاگردی نو است یا کونه؟ شاگردی مینویسید در روی قوس میگه قدیمون، یعنی شاگردی کونه. ببین در اینجا باید تو طالب را صفت کنی. طالبون الف لام دارد؟ نه، پس قدیمون به الف لام مینویسیشه. چه خیلی که هست در همین جای نقطه در بعد طالب مینویسیشه که انا طالبون قدیمون، من طالبی کهنه هستم. قدیمون صفتی طالبون میشود. طالبون که الف لام ندارد، برای خاطر قدیمون ده الف لام نمیتیم، الف لام نمینویسیم. رقم 4 جلس الطالب خلف محمدین. نشست طالب. کدام طالب؟ طالبا بسیار هستند، شاگردا بسیار هستند. در روی قوس نوشته است که جدیدون، نو، الف لام ندارد. نگاه میکنیم که الطالب الف لام دارد، باید ما الطالب را صفت بکنیم، برای می نویسیم که الطالب الجدید خلف محمدین، یعنی جلس الطالب الجدید خلف محمدین،
یعنی که نشست شاگرد نو در پشت محمد. در پشت محمد شاگرد نو نشست. اینجا در الف لامش میمونیم برای اینکه الطالب الف لام دارد، موصوف الف لام دارد. رقم 5 من الولد طویل. ببینید طویل الف لام ندارد. الولد موصوف است، الف لام دارد. طویل الف لام ندارد. در اینجا میاریم الطویل می نویسیم چه؟ بخاطر اینکه صفت ولد است. یعنی من الولد الطویل الذي خرج الان من الفصل. کیست پیسر دراز؟ الذي الطویل صفت یکم شد، الذي صفت دوم شد. خرج الان من الفصل برآمد حاضر از صنف. برآمد حاضر از صنف. الذي صفتی، الذي اسمی موصوله است. اینا را دیدید؟ نامش را بگید که نام چی است؟ الذي چی است؟ اسمی موصوله. پس ترجمهش می شود که من الولد الطویل الذي خرج الان من الفصل. کیست پیسر دراز کی برآمد حالا از صنف. اینطور ترجمهش میکنید. عمار ولد. عمار میگه پیسری قصیرون در درون قوس نوشتگی است. ببینید در اینجا باید بیارید همون قصیرون را شما خودتون بنویسید. ولدون الف لام که ندارد قصیرون رو به الف لام بنویسید. به خاطر اینکه ولدون منعوت است، قصیرون نعت است، الف لام ندارد. منعوت الف لام که ندارد نعت به الف لام بنویسیم. عمار ولدون قصیرون، یعنی که عمار پیسری کوتاه است. عمار پیسری کوتاه است، قد پست است. یعنی رقم 7 فیصل طبیب. فیصل میگه دکتری. ببینید طبیبون فیصل دکتر است. چطوری دکتر است؟ صفتش کن. شهیرون در درون قوس نوشتگی خودش. شهیرون یعنی که مشهور است. ببینید شهیرون صفتی طبیب است. طبیب الف لام ندارد، شهیر پس الف لام نمیتیم. فیصلون طبیبون شهیرون، یعنی فیصل طبیب است، مشهور است. طبیبی که مشهور است. طبیب منعوت است، موصوف است، الف لام ندارد. شهیرون صفتش است، الف لام نمیتیم. چه کسی هم خیلی بعدی طبیبون می نویسیم. پس می شود فیصلون طبیبون شهیرون، یعنی که فیصل طبیب است، طبیب بسیار مشهور است. رقم 8 لمن هذا السریر. ببینید از کی است؟ میگه این کت. لمن هذا السریر، از کی است این کت. هذا اسم اشاره است، بعدش اسمی الف لام دارد. این را گفتیم چی میگیم؟ درس‌های گذشته را با یادتون بیارید. هذا السریر. ببینید سریر باید ما صفت کنیم، یعنی که کت. خیلی کت، کتی کلان، کتی شکستگی، کتی خوشرو یعنی زیبا. چطوری کت؟ در درون قوس نوشتگی که مکسور، شکستگی. پس در اینجا ما می نویسیم که لمن هذا السریر. السریر الف لام دارد، پس مکسور الف لام می نویسیم. المکسور. لمن هذا السریر المکسور، یعنی از کی است این کتی که شکستگی است. این کت شکستگی از کی است؟ رقم 9 میگه هذا قلم. این قلم است. قلم باید ما صفتش بکنیم. چخیلی قلم است؟ خوشرو است یعنی زیبا، یا کلان است، میده است، شکستگی است، نو است، کهنه است. چی است؟ در درون قوس گفتگی است که مکسور است یعنی شکستگی است. ببینید هذا قلمون. قلمون خبر هست و الف لام ندارد. صفتش که کردیم باید صفتش به الف لام بنویسیم. پس مکسورون هم میاریم، بعد این می‌نویسیم میشه که هذا قلم مکسورون. این قلم شکستگی است. این قلم شکستگی است. رقم 10 این السکین. کجاست کارچه؟ این خبر مقدم، السکین مبتدای مؤخر. السکینو در اینجا چی است؟ موصوف است. باید ما کارچه بگیم. خیلی کارچه. کارچه که در درون قوس بینید حادون، تشدید قطعی است. حادون یعنی که تیز، برا. میگه که کجا است کارچه که تیز است؟ چه خیلی به عربی میگیم؟ میگیم این السکینو الحادو. الف لام میمونیم در الحاده
حادون ده الف لام میمونه میشه که الحادو، یعنی که کجاست؟ کارچه تیز، کارچه که تیز است، کارچه برا میبرد در او، صفتی سکین شد. الحادو صفتی سکین شد، صفتی کارد. رقم 11 لمن هذه السیارة، از کی است این ماشین؟ ببینید سیارت را باید ما صفت کنیم، بگیم که در درون قسم است که جمیلتون، زیبا. در از سیارت الف لام دارد، پس سیارت جمیلتون به الف لام می نویسیم که لمن هذه السیارة الجدیدة الجمیلة، یعنی از آن کی است این ماشینی زیبا، این ماشین زیبا از کی است؟ از سیارتو موصوف است، الف لام دارد، برای هم خاطر جمیلتو گفته صفتش که کردیم الجمیلتوش میگیم الف لام قطعی می نویسیمش. رقم 3 در رقم 3 میگه که اقرا، یعنی که بخوان، اقرا بخوان، فاعلش انت، بخوان تو. در رقم 1 میگه که الطالب الذي خرج من الفصل الان من اندونزیا. ببینید الطالب مبتدا هست، الذي صفت طالب است، الذي صفت است، خرج فعل ماضی است، من الفصل الان جار و مجرور متعلق به خرجه است، الان ظرف است، همچنین متعلق به خرجه هست. و این خرجه در اینجا صله الذی هست، گفتیم اسم های موصوله هیچ گاه به صله نمی شود، این صله اش است، لا محل است. فاما الطالب مبتدا شد، الذی صفت شد، بس خبرش که جدا هست، باید مبتدا خبر داشته باشد، خبرش من اندونزیا، جار و مجرور، من حرف جار، اندونزیا اسم مجرور، پس این خبر شد. یعنی که طالبی که برآمد حاضر از صنف از کجا است؟ از اندونزیا است، پس من اندونزیا خبرش شد. و رقم 2 الکتاب الذي على المكتب للمدرس. الکتاب در اینجا الکتاب مبتدا شد، با موصوف است، الذي صفت است، صفت برای کتاب، علی المکتبی جار و مجرور، جار و مجرور هست، علا حرف جار، المکتبی اسم مجرور، جار و مجرور متعلق به یستقر میگیم، یستقر، این یستقر صله الذی شد، الذی ما گفتیم به صله نمی شود، الذی را صله اش یستقر، جار و مجرور متعلق به یستقر، انا همون یستقر صفتی یستقر صله الذی شد. فاما الکتابو مبتداش گفتیم، الذی صفتش است، علی المکتبی این صله الذی است، پس خبرش که جدا هست، خبرش للمدرسی است، للمدرسی در اینجا خبر می باشد، جار و مجرور للمدرسی، جار و مجرور متعلق به کائنون، خبری الکتابو می شود، خبری مبتدا. رقم 3 لمن هذا القلم الجمیل الذي على المكتب. لمن از آن کی است، یعنی که از کی است، هذا القلم این قلم، الجمیل صفت قلم، الجمیل قلمی که بسیار خوشرو است، زیبا است، الذي صفت دویم قلم، على المكتب بر بالای میز است. ببینید لمن در اینجا جار و مجرور متعلق به کائنون میگیم خبر مقدم، خبر است، لیکن پیش از مبتدا آمده است، برای میگیم خبر مقدم. هذا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر یعنی که بعدی خبر آمدگی است، باید پیش خبر باشد مبتدا، لیکن بعدش آمدگی برای میگیم که مبتدا مؤخر. القلمو این بعد اسم اشاره گفتیم اسم بیاد الف لام داشته باشد، اون را ما بدل میگیم، پس قلمو بدل است. الجمیلو صفت یکمی قلم است، الجمیلو صفت القلمو است، الذی صفت دوم قلم است، صفت دوم، علی المکتبی جار و مجرور متعلق به یستقر، این
صله الذی است. ما گفتیم الذی به صله نمی شود، صله الذی است. پس این هست اعرابش و این هست معنایش که لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتبی، یعنی از آن کی است این قلم زیبایی که بر بالای میز است. رقمی 4 البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر. ببینید البیت مبتدا، الکبیر صفت یکمی البیت، الذی صفت دویومش، فی ذلک الشارعی فی حرف جار، ذلک اسم مجرور، ذلک مضاف، الشارع ذلک اسم اشاره، الشارعی ما گفتیم بعد اسم اشاره اگر که اسم الف لام دار باشد او را ما بدلش میگیم. پس شارعی بدل از ذلک هست. البیت الکبیر، البیت مبتدا شد، کبیرو خبر، کبیرو صفت شد، صفت یکم، الذی صفت دوم شد، فی ذلک الشارعی صله الذی شد، متعلق به یستقر صله الذی شد، صله موصوله شد. پس خبر در کجا هست؟ مبتدا البیت مبتدا شد، خبر در کجا هست؟ للوزیری خبر هستی، یعنی که البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارعی للوزیری، یعنی خانه کلانه که در آن کوچه است از آن وزیر است. خانه کلانه که در آن کوچه است خانه وزیر است. ترجمهش همین. و رقم 5، در رقم 5 میگوید که السریر الذی فی غرفتی، فی غرفتی خالدین مکسورون. ببینید السریر مبتدا هست، الذی صفت است، صفت سریر، کت، کدامی کت؟ همون کتی که فی غرفتی خالدین، فی حرف جاره، غرفتی اسم مجرور، غرفتی مضاف، خالدین مضاف الیه. پس ببینید کتی که در خانه خالد است، کتی که در خانه خالد است. از سریر مبتدا گفتیم، پس خبرش در کجا است؟ خبرش مکسورون در آخر آمده است، این خبر است. از سریر مبتدا، مکسورون خبرش. از سریر الذی صفتی سریر، فی غرفت خالدین این سیلهش جار و مجرور متعلق به یستقر، سیله الذی، مکسورون این خبری از سریر، یعنی که کتی که در خانه خالده است شکستگی است، شکستگی هست. پس این بود اسمهای موصوله. اسمهای موصوله را در یادتان داشته باشید. ببینید در اینجا نوشته است که بیتون جدیدون، میگه بیت ما در پایانش گفته است که منعوت میگیم، بیت در اعراب ما میگیم منعوت، جدیدون رو نعتش میگیم، جدیدون رو نعت میگیم. کسی که کتاب داره در پایانش بنویسید، در پایان منعوت است که در پایان این بنویسید که همچنین موصوفش میگیم، موصوف. اینجا نعت است که در پایانش بنویسید که همچنین صفتش میگیم، یعنی که منعوت یا موصوف هر دوش یک چیز است، نعت یا صفت هر دینو با یک چیز است، لیکن با دو نام شناخته می شود. بیتون جدیدون یعنی خانه ای که زیبا است، یعنی بیتون جدیدون خانه زیبا. بیت را خانه را صفت میگیم جدیدون یعنی که زیبا. در پایانش آخرین چیزی که میارد الکلمات الجدیدتو، یعنی که کلمه های نو. کلمه های نو در این قسم دویمی درس ما و شما. المکتبتو، المکتبتو یعنی که کتابخانه، المکتبتو کتابخانه. الان حاضر، الان یعنی که حاضر حالا. المروحتو، مروحتو یعنی که شمالتیک، ونتیلاتور. المستوصفو، المستوصفو، المستوصفو یعنی که درمانگاه، یعنی که مستشفا، بیمارخانه، جای کلام باشد مستشفا می شود. مستوصف یعنی که جای معده، ای بیمارخانه دیده از بلنسه دیده معده تره، مستوصفش میگن. پس مستوصف درمانگاه.
المدرسة الثانوية، مدرسة الثانوية یعنی که مکتب میانه، مدرسة الثانوية مکتب میانه. الوزیر، وزیر و وزیر، ما شما وزیرش میگیم. شهیر، شهیر مشهور معروف، همه میشناسدش. حاد، حاد یعنی که تیز، حاد یعنی تیز، یعنی برا، تیز ده میبرد، کار دیگه تیز است میبرد. و این بود کلمه های جدید، کلمه های نوی این درسی ما و شما. پس این هست درسی امروزه ما و شما با عون الله تبارک و تعالی که درس نهم رو همچنین به پایان رسانیدیم. لیکن معذرت زیاد میخوایم که این درس از حد زیاد شد. باز هم تکرار میکنیم که انسانی که ذوقمند و خوشمندی یعنی که طلبگاری زبان عربی که است دیگر صبر کنه، باید 1 ساعت است، 2 ساعت است، 3 ساعت است گوش کند و استفاده برد. و همه این به خاطر الله و به خاطر رازگی الله تبارک و تعالی هست که شما برادران و دوستان زبان عربی را یاد بگیرید، قرآن را، کلام الله تبارک و تعالی را بشنوید، یعنی که بفهمید که الله تبارک و تعالی در قرآن ما و شما را چی میگوید و چی امر کرده است و چی فرمان داده است. پس این بود درس امروزه ما و شما. این درس در اینجا به پایان میرسونیم تا درس آینده. یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر جایی که باشید سربلند و موفق باشید، با قرآن و سنت باشید. الله یار و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.